به انتهای 4 هفتگی یه جنین رو داریم که حدوداً 2 میلیمتر هستش و به صورت یک لوله این جنین در اومده. لوله بلندی هستش که از بالا و پایین این جوانه‌های اندام‌ها رشد میکنه و برآمدگی‌هایی از بالای و پایین تنه این به وجود میاد که اینو در آینده میشه اندام‌های این بچه. از این دوره که دوره جنینی یا رویانی بهش گفته میشه، جنین شروع میکنه ساختارهای عصبی اندامهای خودش رو تشکیل میده. به این دوره ارگانوژنز گفته میشه. دوره هستش که اندامهای جنین شکل میگیره و در انتهای هفته 4 بعد از لقاح سر به یک شمایلی میرسه و جوانه اندامها شروع به رشد میکنن، از این لوله به سمت بیرون میان. قسمت بالایی این لوله سر جنین رو خواهد ساخت، قسمت پایینی اندام تحتانی و انتهای جنین رو خواهد ساخت. یعنی شما ببینید میبینید که 2 تا جوانه از قسمتی که بعداً دست ها خواهد شد و 2 تا جوانه از قسمتی که بعداً پاها خواهد شد به بیرون برآمده میشه.